پارانوید چیه؟ پارانوید یا بدگمانی یا پارانویا یه غریزه یا جریان از فکره که تحت تاثیر استرس یا ترس به حالتی غیر منطقی و وهم‌آلود در میاد. حالا یه تعریف خودمونی از پارانوید بدیم. کسانی که مبتلا به این هستن فکر میکنن که دیگران برای آزار و اذیت اونها میکوشند و به معنی ساده همیشه فکر میکنن دیگران در فکر توطئه علیه اونها هستن. سلام به کانال اطلاعات سودمند، خوش آمدید. در این ویدیو و این پادکست میخوایم به اختلال پارانویا یا پارانوید یا بدگمانی اشاره داشته باشیم و توضیح بدیم. پارانوید یه اختلال روانیه که کسانی که به این اختلال مبتلا هستن فکر میکنن که دیگران برای آزار و اذیت اونها در فکرن، یعنی به معنی این که همیشه فکر میکنن دیگران در فکر توطئه علیه اونها هستن. حالا میرسیم به این که عوامل و علل ابتلا به پارانویا یا پارانوید چی هستش. میتونه زندگی در یک خانواده فقیر باشه، یا میتونه همچنین طلاق پدر و مادر در کودکی باشه، یا حتی ازدواج نکردن فرد میتونه جزء این عوامل باشه. حالا علائم یا نشونه های این پارانوید چیه؟ یکی حسادت شدید، یعنی فردی که دچار این اختلال هست حسادت میکنه به دیگران، در فکر حسادت هست، عصبانیت سریع و تند داره، کینه توزه و کینه‌ایه، نداشتن آرامش، داشتن مشکل در کار و شغل جزء علائم و نشونه های پارانوید هستن و کسی که دچار این اختلال هست به این نشونه ها میشه بشناسیمش. آمار و مطالعات و بررسی پزشکان نشون داده که 2.5% از جمعیت عمومی به این پارانویا مبتلا هستن. حالا میرسیم به عوارض این پارانویا. عوارضش میتونه کاهش کیفیت زندگی، خطر استفاده از مواد یا مانند سیگار یا مواد الکلی مانند مشروبات الکلی، یا حتی خیلی از مواد مخدری که میتونه اونها رو دور کنه از این فکرها دچار بشه. و اختلال در روابط عمومی هم و روابط خانوادگی هم جز عوارض این پارانوید حساب میشه. حالا میرسیم به راه درمان این پارانوید یا بدگمانی. اولین راه مراجعه به پزشک هستش. برای هر اختلال روانی انسان باید به پزشک مراجعه کنه. حالا درمان هایی که برای این داده شده چی هم؟ درمان هاش میتونه به مدیتیشن و تمرینات ذهنی مانند یوگا، یا حتی طب سنتی مانند طب سوزنی، یا حتی درمان مبتنی بر آگاهی پیدا کردن ذهنی، یا حتی درمان‌های دارویی و استفاده از داروها مانند ضد روانپریشی یا ضد اضطراب، یا حتی درمان روانشناختی و روانکاوی. برای هر بیماری باید به پزشک مراجعه کرد و میتونید با مراجعه به پزشک روانشناس و روانپزشک به حل و درمان این ابتلا و بیماری مراجعه کنید. حالا میتونید ببینید تو دیگران یا حتی تو خودتون چقدر با این موضوع و این بیماری دست و پنجه نرم کردید. خیلی ممنون که با این ویدیو به اطلاعات خودتون کمک کردید و این بیماری رو شناختید.